جهان کفر امروز با عدالت پیامبر علیه السلام اقرار دارند، معترف هستند. با حد او در جهان سلطان و پادشاه عادل نکتیر نشد. رسول خویسره گفت که ای پیامبر تو عدالت بکو، از خدا بترس، حق هر کسی دادی حق مرا هم بده. پیامبر علیه السلام گفت که یہ حق تقسیم غنایم به کسی است که در جهاد اشتراک کرده باشه. تو در جهاد نبود، اونا از فراست خود میدانستن، اونا میشناختن. فانه ینظر بنور الله، اونا میدانستن که منافق است، اما او روز افشا شد. خدا شرماند. حضرت خالد بن ولید شمشیر میکشه، از پیامبر علیه السلام اجازه میگیره که من گردن زیر میزنم. نبی علیه السلام میگوید که هرگز میگوید که چیزی که منافق است در امت اسلامی، چیزی که گستاخ و بی‌ادب است، همه از نسل ای است.